بچه امروز فؤاد اومده با اتمیلش روتین پوستش رو کامل انجام داده، همومش رو رفته. اتمیل مگه خوردنی نیست؟ خب با چیکار داری میکنی؟ ببین هاینی جون، نانا اتمیل کلا برای بادی ایزه کرسته برای بادی خوبه عزیزم. شما به خاطر تناسب اندامتون باید این چیزا بخورید که براتون is fucking the best باشه هاینی. خب ببین اتمیل چون چیز خوبیه. ببین اتمیل اصولش اینجوریه که از بچگی تو کودکی بزرگ شده اتمیل. بذار اینه که افتاده زمینم وردارم. در نره. آره اتمیل براتون خوبه خواهری جون عزیزم، استفاده کنید. باشه امروز ما تو براشینگ میکنی یا براشینگ میکنی؟ سشوار میکشی؟ سشوار بکن چطور میکنم چه براشین؟ آره هاینیم. حالا اینو پنه رو بردارم. زیزی جون یه مقدار